در شب 43 شهرزاد داستان را اینگونه ادامه داد. آنگاه به بزرگ بازار گفت آنها را در خانه خود جا بده و به زنت بگو که آنها را به حمام ببرد، لباسهای خوب و شایسته تنشان کند. سپس یک مشت طلا به آن مرد بزرگ داد. روز دیگر قوت‌القلوب به خانه او رفت. ساعتی با آنها حرف زد و بعد از حال بیمار پرسید. بانوی خانه گفت هنوز مثل اولش است. قوت‌القلوب به آنها گفت بلند شوید تا به عیادت او برویم. مادر و خواهر غانم و بانوی خانه به همراه قوت‌القلوب بلند شدند و پیش غانم آمدند و کنار بسترش نشستند. غانم شنید که نام قوت‌القلوب را میبرند. با تن لاغر و کمجانی سرش را بلند کرد و گفت ای قوت‌القلوب. دختر به سویش نگاه کرد و او را شناخت. با صدای بلند گفت بله عشقم. غانم گفت پیش من بیا. دختر گفت مگر تو غانم ابن ایوبی؟ گفت بله. قوت‌القلوب گفت خدا را شکر که ما را دور هم جمع کرد. سپس پیش غانم نشست و ماجرای خودش با خلیفه را بیان کرد و گفت من خوبی‌هایت را به خلیفه گفتم. او درستی حرفم را می‌داند و از تو راضی شده و بسیار مشتاق دیدار توست. مرا هم به تو بخشیده. غانم از این خبر خوش شاد شد. قوت‌القلوب گفت از جایتان بلند نشوید تا من برگردم. فوراً بلند شد و به قصرش رفت. از آن صندوقی که به جعفر برمکی داده بود مشتی زر برداشت و آورد و به بزرگ بازار داد و گفت با این زرها برای هر یک از آنها لباس حریر و زیبا آماده کن. آن وقت مادر و خواهر غانم را به حمام برده خوردنی و نوشیدنی آماده کرد و خوردند. قوت‌القلوب 3 روز آنجا ماند تا اینکه غانم سلامتیش را به دست آورد. بعد پیش خلیفه آمد و عرض ادب کرد و او را از پیدا شدن غانم با خبر ساخت. خلیفه جعفر برمکی را به همراه خادمان برای آوردن غانم فرستاد. قبل از اینکه جعفر بیاید قوت‌القلوب به غانم گفت خلیفه دنبالت فرستاده است. باید با زبانی خوش و رسا حرف بزنی و جرأت و اعتماد داشته باشی. سپس لباسی گرانبها تن غانم کرد و طلای زیادی به او داد و گفت اینها را به پرده‌داران و غلامان محرم کاخ پادشاه ببخش. در حال گفتن این حرفها بودند که جعفر برمکی از راه رسید. غانم بلند شد و عرض ادب کرد. جعفر به همراه او به قصر خلیفه رفتند. غانم جلوی خلیفه 3 بار زمین را بوسید و عرض ادب کرد. با زبانی خوش خلیفه را ستایش کرد. خلیفه از روانی کلام غانم تعجب کرد. وقتی قصه به اینجا رسید صبح شد و شهرزاد لب از داستانگویی فرو بست. در شب 44 شهرزاد داستان را اینگونه ادامه داد. خلیفه گفت نزدیکتر بیا. غانم نزدیکتر آمد و خلیفه گفت ماجرا را تعریف کن و از سرگذشتت مرا با خبر کن. غانم ماجرا را بی کم و کاست تعریف کرد. خلیفه فهمید که او راست میگوید. هدیه‌ای گرانبها به او داد و گفت ای غانم مرا از نکوهش دور کن. غانم گفت من از غلامان خلیفه‌ام. خلیفه از این حرف خوشش آمد و او را از نزدیکان خود قرار داد. سپس قصری جداگانه به همراه مال و ثروت بسیار به او بخشید. غانم مادر و خواهرش را به قصر آورد. وقتی خلیفه شنید که خواهر غانم فتنه شگفتی روزگار است، او را خواستگاری کرد. غانم گفت او از کنیزان خلیفه و من هم بنده و غلام خلیفه‌ام. پس خلیفه 100,000 دینار زر به او داد و قاضی و شاهد آوردند و او را عقد کرد. بعد از آن خلیفه دستور داد این حکایت را بنویسند تا آیندگان از قضا و قدر فرار نکنند و به خدا توکل کنند. شهرزاد گفت
ای پادشاه، این داستان عجیبتر از حکایت ملک نعمان و فرزندان او نیست و آن این است که در شهر دمشق قبل از خلافت عبدالملک ابن مروان پادشاهی دلیر و شجاع به نام ملک نعمان زندگی می کرد. او بر پادشاهان آکاسره لقب پادشاهان ساسانی و قیاسره لقب پادشاهان روم پیروز شده و جهان را تصرف کرده بود. مردم و سپاه از بخشش او راضی و شادمان بودند. پادشاه نعمان پسری داشت به نام شرکان که به دلیری و شجاعت مشهور و از نزدیکان و خویشان سبقت گرفته بود. پادشاه او را جانشین خود کرده بود. وقتی او 20 ساله شد، مردم و سپاه همه فرمان او را قبول و اجرا می کردند. پادشاه 360 همسر داشت و به جز مادر شرکان هیچ کدامشان فرزندی به دنیا نیاورده بود. هر کدام از آنها قصری جداگانه داشتند و پادشاه هر شب در یک قصر می‌خوابید. از قضا کنیزی از همسران پادشاه باردار شد و این خبر به گوشش رسید. ملک نعمان خیلی خوشحال شد و تاریخ بارداری او را نوشت و هر روز به او خوبی و مهربانی می کرد. وقتی شرکان از این واقعه باخبر شد، تحمل این مسئله برایش سخت گشت. وقتی قصه به اینجا رسید صبح شد و شهرزاد لب از داستانگویی فرو بست. در شب 45 شهرزاد داستان را اینگونه ادامه داد. پسرش با دلتنگی گفت: برای کشورداری و پادشاهیم شریکی پیدا شد. مدام این فکر در ذهنش پنهان بود که اگر کنیز پسر به دنیا آورد او را بکشد. کنیز رومی بود. پادشاه روم برایش هدایایی گرانبها فرستاده بود. نامش صفیه و نسبت به دیگر کنیزان در هوش و زیبایی و آواز بهتر بود. هر وقت پادشاه به قصر او می رفت به پادشاه می گفت: از خدا می خواهم که پسری به من بدهد تا رسم خدمتگزاری را به او بیاموزم و در تربیت او بسیار می کوشم. پادشاه از این سخنان شاد و شگفت زده می شد تا اینکه مدت زمان بارداری به پایان رسید. روی تخت زایمان نشست و از خدا خواست که زایمانی آسان داشته باشد و پسری به او ببخشد. خداوند مهربان دعایش را اجابت کرد و به راحتی زایمان کرد و دختری زیبا به دنیا آورد. ملک نعمان خدمتگزاری گذاشته بود تا اگر نوزاد پسر بود او را باخبر کنند. شرکان هم مأموری جداگانه در آنجا داشت. نگهبان ملک نعمان و شرکان را باخبر کردند. اما صفیه به قابله گفت: لحظه‌ای به من مهلت بدهید. چیز دیگری در شکمم تکان می‌خورد. سپس دوباره درد زایمانش گرفت و فرزند دیگری به دنیا آورد. قابله ها به او نگاه کردند و دیدند پسری است ماهرو با تنی سفید. کسانی که آنجا بودند خوشحال شدند، اما سایر همسران پادشاه از شنیدن این خبر دلتنگ و آزرده شدند و به او حسادت کردند. بعد از آن که خبر به ملک نعمان رسید، با خوشحالی پیش صفیه آمد و پیشانی او و پسرش را بوسید. کنیزان دف زدند و خوشی کردند. پادشاه دستور داد نام پسر را ذوالمکان و دختر را نزهة الزمان بگذارند. برای هر کدام دایه و خادمی جداگانه گذاشت. برای آنها شکر، شربت و چیزهای دیگر تهیه کرد. مردم هم باخبر شدند که خدای یگانه به پادشاه فرزندی بخشیده است. شهر را تزیین کردند و به نشاط و شادی مشغول شدند. وزیران و امیران و نزدیکان برای مبارک گویی آمدند. پادشاه به آنان هدیه داد. به خاص و عام مال بخشید
تا 4 سال همه روزه ملک نعمان پیش صفیه می رفت و جویای احوال او و فرزندش می شد. وقتی سال 5 شد، پادشاه دستور داد زر و مال بسیاری پیش صفیه ببرند و پیغام داد برای تربیت فرزندان تلاش کند. پادشاه پیوسته از آنها دلجویی می کرد. اما شرکان نمی دانست خدا به پدرش فرزند پسر داده و فکر می کرد صفیه فقط یک دختر به دنیا آورده. او به مبارزه با سپاهیان شجاع و فتح قله‌ها و کشورها مشغول بود. سالها از این ماجرا گذشت. روزی ملک نعمان نشسته بود. دربانان قصر شاه عرض ادب کردند و گفتند پادشاه روم صاحب قسطنطنیه قاصدانی فرستاده و آنها اجازه حضور می‌خواهند. پادشاه اجازه داد. قاصدان آمدند. پادشاه با آنان مهربانی کرد و علت آمدنشان را پرسید. قاصدان زمین را بوسیدند و عرض ادب کردند و گفتند ای پادشاه جهان، ما را ملک آفریدن پادشاه سرزمین یونان فرستاده. او با سلطان قیصریه جنگ دارد و علت این جنگ این است که پادشاهی از پادشاهان عرب گنجی قدیمی از دوران اسکندر به دست آورده که در آن گنج مال بسیاری بوده. یکی از گنجها 3 گوهر سفید است که مثل و مانندی ندارد. روی آن گوهرها به خط یونانی چیزی نوشته شده که فایده بسیاری دارد. یکی از سودها این است که اگر یکی از گوهرها همراه کودکی باشد، رنج و دردی به او نمی رسد و بیمار نمی شود. وقتی پادشاه عرب در گنج را باز کرد و آن گوهر را به دست آورد، آنها را با مقداری مال و ثروت دیگر به ملک آفریدن هدیه داد و در کشتی گذاشت. یک کشتی دیگر هم مأمور مواظبت از آن کرد. خودش اینطور فکر می کرد که کسی نمی تواند به آن کشتی دست درازی کند، به خصوص این که در دریایی در سرزمین ملک آفریدن بود و هدایا را هم برای او می بردند. در سواحل نیز بجز مردم کشور کسی نبود. کشتی ها تا نزدیک شهر آفریدن آمدند. راهزنان به همراه گروهی از سپاه قیصریه به کشتی حمله کردند و هر آنچه در آن بود دزدیدند و بردند. سپاهی هم که در کشتی بود کشتند. وقتی پادشاه آفریدن از این ماجرا باخبر شد، جهان به چشمانش سیاه شد. سپاهی به سوی دزدان فرستاد، اما دزدان سپاه پادشاه را شکست دادند. پادشاه خشمگین شد. قسم خورد خودش با همه سپاه به جنگ برود و تا قیصریه را خراب نکند برنگردد. حالا او از ملک نعمان خواهشمند است گروهی از سپاهیان را برای یاری او بفرستند که در میان پادشاهان نامت به خوبی برده شود. هدایایی هم فرستاده که اگر آنها را بپذیری از تو قدردان است. وقتی قصه به اینجا رسید صبح شد و شهرزاد لب از داستانگویی فرو بست. در شب 46 شهرزاد داستان را اینگونه ادامه داد. قاصدان هدایا را به پادشاه دادند. ملک نعمان هدایا را قبول کرد و با وزیرانش مشورت نمود که به قاصدان چه جوابی بدهیم. وزیر دندان گفت بهتر از این راهی نیست که برای یاری ملک آفریدن سپاهی آماده کرده و شاهزاده شرکان را سپهسالار کنی. من هم با شاهزاده می روم و کمک می کنم که این کار فایده‌ای بسیار دارد. اولین فایدهش این است که وقتی سپاه تو به سپاه دشمن پادشاه روم پیروز می شود، این پیروزی به نام تو ثبت می شود و دشمنان می ترسند و از جزایر مغرب زمین هدیه‌ای برایت می‌فرستند. فایده دوم هم این است که پادشاه روم به تو پناه آورده. اگر به او پناه دهی در همه جا به جوانمردی معروف می‌شوی.
ملک نعمان این حرف را پسندید و گفت پادشاهان باید مشاوری مثل تو داشته باشند. بعد از آن نعمان پسرش شرکان را خواست و او را از درخواست قاصدان و راهنمایی وزیر باخبر کرد. به او سپرد تا ابزارآلات جنگ را تهیه کند و برای سفر آماده شود. 10,000 از سپاهیان کاربلد را انتخاب کند و با وزیر دندان مخالفت نکند. شرکان فوراً برای اجرای فرمان پدر رفت. همه کارها را انجام داد. لشکریان عرض ادب کردند و از کاخ بیرون رفتند و سرگرم تهیه و تدارک اسباب جنگ شدند. شرکان به قصر آمد و اسلحه جنگ را تهیه کرد. از استبل اسب‌های قوی و درشت را بیرون آورد. سپس به همراه سپاه بیرون شهر جا گرفتند و ایستادند. ملک نعمان هم برای خداحافظی به خارج شهر آمد. 7 خزانه گنج به شرکان بخشید. بعد رو به وزیر کرد و شرکان و لشکر را به او سپرد و به سوی شهر برگشت. شرکان سپاه را نگاه کرد. 10,000 نفر آماده و حاضر بودند. برای حرکت طبل زدند و پرچم‌ها را بلند کردند. شرکان روی اسب قوی جثه نشست و وزیر دندان هم سوار شد. قاصدان جلو افتادند و رفتند. هنگام شب در جایی اقامت کردند و شب را همانجا گذراندند. روز بعد دوباره سوار شدند. با راهنمایی قاصدان تا 20 روز راه می رفتند. روز 21 نیمی از شب رفته به سبزه‌زاری رسیدند. شرکان دستور داد همانجا بمانند و تا 3 روز استراحت کنند. سپاهیان از اسب پایین آمدند و خیمه زدند. چون آنجا مرز روم و کشور دشمن بود، شاهزاده افسار اسب را شل کرده اطراف را می‌گشت. تصمیم داشت نگهبانی بگذارد تا اینکه شب از نیمه گذشت. شرکان خسته شد و روی زین خوابش برد. اسب او را به سمت بیابان برد. نیمه شب به بیشه‌ای رسید که درختان زیادی داشت. شرکان با صدای شیهه اسب و کوبیدن سم بر زمین بیدار شد. دید بین درختان است و ماه طلوع کرده. به وحشت افتاد. هاج و واج ایستاد. راه را بلد نبود. به چپ و راستش نگاه می کرد. زیر نور ماه چمنزاری سرسبز دید. آواز دلنشین و نمکینی صدای خنده‌ای شنید. به سمت صدا رفت. به آن طرف چمنزار رسید. نگاه کرد. در آنجا رودهای روان، درختان سرسبز و پرندگان خوش آواز بودند. صومعه‌ای کنار آن قلعه‌ای بسیار بلند وجود داشت. در میان صومعه نهر آبی جاری بود و چند کنیز زیبا آراسته به زیورآلات آنجا بودند. شرکان در میان آنها دختر مومشکی زیبایی را دید. شنید که آن دختر به کنیزان میگوید بیایید تا صبح نشده با هم کشتی بگیریم. آنان یک به یک می آمدند و کشتی می گرفتند. آن دختر بر دیگران پیروز شد. بازوهای آنها را با کمربند می بست. پیرزنی که آنجا بود رو به آن دختر کرد و با خشم گفت از پیروز شدن به آنها شادمانی، فخر می فروشی؟ من پیر و ناتوان از 40 بار بیشتر با آنها کشتی گرفتم و پیروز شدم. اگر نیروی کشتی گرفتن با من را داری، بلند شو و بیا تا سرت را بین پاهایت فرو کنم. دختر از این حرف آهسته خندید، اما درونش پر از خشم شد. بلند شد و به او گفت ای بانوی من، ذات و دواهی تو را به مسیح سوگند می دهم. شوخی کردی یا واقعا می خواهی کشتی بگیری؟ ذات و دواهی گفت شوخی نکردم، باید با تو کشتی بگیرم. وقتی قصه به اینجا رسید
صبح شد و شهرزاد لب از داستانگویی فرو بست.